بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در شهر استرافشان مسابقه بین المللی اید به گوشتنی یونانی رومی برای دریافت جام رئیس این شهر برگزار شد. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان و مهمانان از جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح چهاربینی از توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت رشد و عمومیت ورزش یادآور شدند. قید کرده شد که برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی برای مستحکم شوی دوستی و بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران زمینه می‌گذارد. ذکر گردید که ورزش در همه دور و زمان به خصوص در شرایط مرکب و پرتضاد جهان امروزه همچون قاصد صلح عامل مهم تحکیم دوستی خلق‌ها و معرفگری کشورها اینچنین واسطه بهترین سلامتی انسان‌ها و گسترش طرز حیات سالم اعتراف گردیده است. از این رو اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ورزش را همچون رکن مهم سالمی جامعه قبول نموده جلب عامه وسیع به خصوص نورسان و جوانان را به این ساحه پر اهمیت و ارزشمند می‌شمارند. باید یادآور شویم که گوشتنی یونانی رومی در تاجیکستان سالهای اخیر رشد و نمو یافته ایستاده است. در این نمود عین زمان تنها در شهر استرافشان زیاده از 2000 نفر کودکان و نورسان و جوانان مشق و تمرین می‌نمایند. دستاورد ورزشکاران شهر استرافشان در این نمود ورزش نظررس بوده. ورزشکاران شهر مراد توچیف، خسرو ابلوبردیف، شهزاد اوچیلوف، محمد سلطانزاده و چند نفر دیگر بارها در مسابقه‌های بین المللی و جهانی پرچم کشوری عزیزمان را بالا برداشتند. من خرسندم که در این مسابقه اشتراک می‌کنم و تشکر میگم که این مسابقه را تشکیل کردند و جای اول را در وزن 85 کیلوگرم گرفتم. 5 سال که در این نمود مشق میکنم و در قزاقستان، ازبکستان بسیار دولت‌ها اشتراک کردم. در این چهاربینی ورزشی که 3 روز ادامه یافت بیش از 200 نفر ورزشکار از تمام منطقه‌های کشور و جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. مسابقه در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته گوشتنگیران در وزن‌های از 32 تا بیش از 85 کیلوگرم میدانداری карданд. Это соревнование Кубок мира города Старовшана. Пригласили наши друзья Таджикистана. Очень хорошо встретили нас. Соревнование отлично прошло. Были очень сильные борцы там из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Сильные борцы. Такой международный турнир дает для ребят опыт, дружбу. У меня ребята за 5 человек третье место заняли. В финал не попали наши ребята. از بین همه اشتراکچیان همگی 24 نفر امکانیت ادامه دادن گوشتنگیری را در دور نهایی پیدا کردند. بعد رقابت‌های نهایی غالبان و جایزه‌داران معین و با تحفه‌های خاطروی و جام و جایزه‌های رهبریت مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر استرافشان قدردانی کرده شدند.